از دلتنگی عشقی دم تحویل سال، فکر یاری که پر است از خاطرات ماندگار. آره والا وقتی اسم خاطرات میاد فقط یادتون میفته. خودمونیم تو این یه ساله خیلی عزیزاشونو از دست دادن، یکی پدر، یکی مادر، یکی خواهر، یکی برادر، یکی اولادش رو از دست داده. و سخت در این روزها همین روزهای آخر سال. من راحت میگم دیدی تو این روزهای آخر سال آدم وقتی قاب عکس‌ها رو تو خونه تمیز میکنه، قاب عکس عزیزش رو که میبینه اونو با اشک چشمش تمیز میکنه. یعنی دورت بگردم، یعنی تمام زندگیم جا تو این روزا خیلی تو خونمون خالی، جا تو این روزا خیلی تو خونمون خالی. یاد اون روزایی میافتم، یاد اون سالایی میافتم که تو کنارم بودی. یاد اون روزایی میافتم که سفره 7 سینم و کنار تو میچیدم. یاد اون روزایی میافتم که دستم تو دستای تو بود و دلم آرام. ولی امسال نمیدونم چطور خزانم رو بهار کنم و فقط یه حرفی میخوام بهت بزنم عزیز آسمانی من. امسال وقتی سفره 7 سینم رو میچینم، قاب عکس تو محور اون سفره 7 سینم. قول میدم امسال وقتی دعای سال تحویل رو گفتم یاد تو باشم، وقتی دعای سال تحویل رو گفتم یاد تو باشم عزیز آسمانی من. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.